قربانی خودم. به مزیخ نشدی؟ اوه قربانی خودم. امید من به تو چند بار گفتم که به همین سگ افلاس دست نرسان. امید جان بیا به خانه درایم. وقتی خوراک نصف روزی شد. بیا بچم. حاضر دادت هم می آید. را گر بچه تو باترو پارتو تیز به خانه در آمده دستانت رو شوی. تیز کن. حکیم جان پسرم تو کی آمدی؟ ما حتی نفهمیدیم. ماشینت هم در پس در نبود؟ ها من آمدم. ماشینم ویران شد. نقص نقص امید جان دادت آمدند. رفت تیز سلام کن. کنی پسرم سلام. سلام دادم. نه نه رفتم. یا با زور. آها چخیل پسرم؟ نقص امروز با چی کار مشغول شدی؟ دادا جان ما امروز با همراه بابایم به کانال رفتیم. با کانال؟ باز چی خیل کانال؟ برای چی تو رو با اونجا برد؟ خیر هیچ گپ نشده است. هیچ گپ نشده است؟ اگر ناگهان او به کانال می افتاد با فکر تو موی سفید خلاص کرده می توانست؟ پسرم مادرت راست میگوید. تو حالا آبازی کرده نمیتوانی. بهترش به اونجا نرو. با بابایت گوی که پدرم به کانال رفتن رو اجازت نمیدهد. مایلش؟ مالش. آفرین آفرین. رو بازی کن. زنک جان
ما امروز خوراک میخوریم؟ نمیخوریم. بابا جان ها؟ برای چی ریشتان اینقدر سخت؟ شاید برای آن که کهنسال و فرتوت است. پیش ملایم بود. یک زمان روی من هم مثل روی تو تازه و ساده بود. شما هم خرد بودید. بله، پدری من هم خرد بود. البته. پدری من چه کودک بود. میدانی امید جان، داده تو بچه ناز بود. یک واقعه را هیچ از خاطر برآورده نمیتوانم. یک تیر ماه بیمار شدم. سخت سلفه میکردم. مثل همین شبها؟ سخت‌تر از این هم. دکتر همسایه‌مان مصلحت داد که عسل چای نوشم. مادر کلانت به مغازه رفته آمد، عسل نبود است. حکیم جانم به کجای دویده رفته بود. من خیلی عذاب میکشیدم. روز تاریک شده ایستاده بود. حکیم جان ناگاه از آن طرفی کوچه پیدا شد. سر و لباسش خاک و لایالود، رویش خونشار، گردنش خراشیده. مادر کلانت به پیشوازش رفت و سخت آغوش کرد. نماند که من ادبش را دهم. بعد معلوم شد که به باغ از شهر بیرون رفته است. همسایه ما در آنجا آروی عسلش بود. او میخواست برای شما عسل بیارد. بابا جان؟ بله. امید خوراک میخوریم. بعد چی شد بابا جان؟ پدرم عسل یافت؟ بله بچم، من از آن شفا یافتم. بابا جان رفتیم خوراک میخوریم. مرحمت. روشین بچه. بابا جان چرا ما در همین کاسه نه خوراک میخوریم و شما داریم از همین کاسه کهنه؟ خوراکت را خور. در سری دسترخوان زیاد گپ نمیزنن. چای گیرید؟ برای آن که این کاسه را من ناز میبینم. این به من قوت و نیرو میدهد.
او کودک رو خوابیدن نمیماند. تو میشنوی؟ من با تو میگویم. خیلی من چیکار کرده میتوانم؟ تو هیچگاه هیچ کار کرده نمیتوانی. آخر کسلیش با کودک میگذرد. چند بار با تو گفتم که در یک خانه خوابیدن هر دویشان هیچ ممکن نیست. التماس اهمیت نده. بیا خواب کنیم. خوب؟ من این خیلی نمیتوانم. تو گپ رو میفهمی؟ چی خیلی اهمیت نمیدی؟ آخر او در پسی در است. چی خیلی خوابت میبرد من نمیفهمم. هی! بیا وای من نکن. ببخشید شما رو بیدار کردم. دادا روید خواب کنید. دخترم بیایید من روبم. دادا التماس روید خواب کنید. پالوان بیاین گذارید من همینجا را بیاین پیش. بیا اینجا بیا. این حاضر شما سفید کردید چیکار کردید؟ با پورگی همینجا را با پورگی گفتم یک بار دیدن در کار. یعنی ببینید من همینجا را با پورگی سفید کردم در کار هم شد درون بیرون. همین چپ. خیلی گذشته ببینید مرا. حاضر درونش با پورگی بردن در کار. درونش اول میبره بعد درون بیرون سفید میکنه. همین چند پول میگه شما؟ من فهمیدم این دوکاس توپ پولش گیت ما کمان دیگه بچه جان بابایم تمام از خانه ما میروند و همین طور به خانه خود میکوچد. با اون جایی که تو این وقت گاومان را نگاه میداشتیم. آنجا رو دادات تعمیر کرده استودند. بعد تعمیر خیلی زیبا و موفق می شود. کاش
دادا برای شما آنجا بهتر می شود. البته پسرام، غم نخور. ما نزدیک هستیم کو. ها بابا جان، من به نزدیک شما به مهمانی می آیم. نور دیده هر روز بیا جان باباش. انا مسئله حل شد. لابی ها کی رستم، ها من خولی. بابا جان، این صورت را فراموش کرده. جای وی همه اینجاست. شوهر نصیبه از روسیه آمده است. حکیم؟ از روسیه آمده است شوهر نصیبه. تصور میکنی به یگان دیرم آمده است. چه خیل آدم ها؟ با چونین مرد چطور زندگی کرده ممکن؟ من نمیفهمم. بیچاره نصیبه. تو چی کار میکنی پسرم؟ این مخفی تو از من یگان سری پنهانی نداشتی کو پسرم؟ اگر من به شما گویم آرزویم عملی نمیگردد.
این چی؟ هی این چی میگویم؟ من انتظار بابایم گفتن که این کاسه سهناک است با اودان زور قوت میبخشد. دوامش چی؟ گپ زندار شد نباشد میزنم. نزنید دادا جان، من شما رو سخت نقص میبینم. من این گپ را الکی شنیدم. امید این کاسه سهناک است. وقتی شما مثل بابایم پیر و بیمه‌دار میشوید من به شما از همین کاسه خوراک میدیم.